سلام دوستای عزیز، بازم آمدیم به یک برنامه دیگه. بازی قسمت است در شهر هلند. هنوز ما در شهر هلند هستم و میخوایم بعضی جای دیدنی دیگه شم نشان بدم. یک کم وقفه آمد، یک کم وقت گرفت تا ایره تهیه کنم این برنامه را. دلیلش هم است که بعضی از دوستان کوشش داشتم پیدا کنم و خوشبختانه پیدا کردم. دیگه خودشان میمونم خودشان معرفی کنه، معلوماتی که خودشان میخواین ارائه کنن در مورد خود براتون بگن و این است دوستای ما که در شهر پیدا کردم. خب اول از لالا احسان شروع میکنیم. سلام دوستای عزیز، من احسان سخیزاده هستم، باشنده ایالات میشیگان. مدت 2 سال 3 سال میشه اینجا هستم. درست. ما در خدمت هستیم، اومدین اینجا ما در خدمت هستیم. ما هستید معلومات گفتید در 2-3 سال که اینجا هستیم، چیز معلومات داشتیم با دوستا شریک میشیم. زنده و سلامت باشی. لالا متین. سلام علیکم وطندارای گل و عزیز، انشالله که خوب باشین، جور و صحتمند باشین. نام من متین امیری است و ما من اینجا اومدیم دیگه قدی لالا احسان و دوست ما عزیزی ما دیگه اینجا اومدیم دیگه ببینیم دوستا عزیزی شهر هلند چی دیدنی داره، چی جای میله داره، چی جالب است در این شهر، چی خاصیت دی مخصوص این شهر چی است. دیگه فعلا که گرد طرف ما یک سرسبزی خوب صحیح است. زنده و سلامت باشی. ببینیم دیگه چی امروز چی میشه. خب درست، زنده باشی لالا متین. لالا احسان کدام طرف بریم بخیر؟ خب میبریم باز اینجا بیننده باشی شما. ما یک آخر میبرم تا همین شهر یک دورک میریم یک جای میبریم میرسیم ببینیم کجا میرسیم. زنده و سلامت باشی. بریم بخیر. میریم بخیر دیگه استاد. ما کمره پشت سرشم بزنم که ببینم. خب بخیر کدام طرف میریم لالا احسان؟ میریم بخیر طرف داخل درونش داونتاون میریم. داونتاون شهرک خردنزی هست، ما داونتاون میگیم دیگه به حساب این خارجی ها. به شک. شهرک کوتاه چکر زدم میبرم ببینیم کجا میرسیم بخیر. خوب، زنده باشی. داونتاون گفتی لالا احسان، باز ما یک گپ یادم اومد از دورانی که در افغانستان بودم. اونجا یک لغت، همین لغت داونتاون دفعه اولی که شنیده بودم. البته یک نکته دیگه جالبه میره یاد کنم، این پیاده روی که تیر میشه ببینید موتر برش ایستاده میشه، با وجودی که نوبتش بود تیر شه موتر آلوی بود سرک چهارراهی، حق موتر بود تیر شه، وقتی که پیاده رو از پیش تیر میشه دو استاد شد و ما حق پیدا کردیم ما تیر شه. یک چیز جالب بود که پیاده رو اینجا زیاد ارزش داره. میمونه مسئله دوم که همین گپی که پیشتر یاد کردم، داونتاون دفعه اولی که گفتم شنیده بودم این لغت، فکر میکنم داونتاون به اون معنای دریش یا فارسیش است که پایان شهر یا پایین شهر. درست؟ داون خب پایان معنی داره اگه لغت به لغت معنیش کنیم. تاون هم که شهر یا شهرک. ما اول فکر میکنم اون جای پسمانده شهر یا عقب مانده شهر یا اون جایی که زیاد مثلا پیشرفت نکرده، همون قسمت‌های شهر به نام داونتاون یاد میشه. اما برعکس اینجا دیگه معنی داره، کاملا برعکسش است. درست لالا احسان؟ بله ها درست. اینجا همون مرکز شهر. مرکز شهر است ها. والا البته هم خواهی نال فرق کنه کدام شهر هستی. ما شهر نیویورک رفتم. درست. بازو شهر که است مرکز شهرشان در 2 قسمت نصف کردن. همین پایین شهر همون داونتاون میگه و بالای شهر همون اپ تاون میگه. خب جالب اپ همون بالا دیگه. خب این کل شهرهای آمریکا این لغت نداره. اگه در میانه خواهین مردم به خودشون میگه، ولی در مخصوص نیویورک همی وجود داره، همی ساینای تابلوهای موتر و پیاده رو در پارک ها در سرگا همون داونتاون و اپ تاون هست. خب جالب است دیگه. بعضی شهرها همی لغت ها رو اردو داره. معمولا همون یک لغت در داونتاون مرکزشان. پانتون نمیدونم اینجا کالج میگم مشهور است، کالج است ماشاءالله. دمی شهر هلند این پانتونش است که به نام هوب کالج یاد میشه. درست؟ خیلی کلان است، بسیار کلان است. از اون جای اولی که به اصطلاح حرکت کردیم اونجا یک حصه از همین هوب کالج بود، یک طرف از این هوب کالج بود. درست؟ دیگه اینا ما اومدیم به اصطلاح فکر کنیم این مسافتی که طی کردیم کلش در اطراف هوب کالج بوده. داخل شهر است. یعنی سرک داونتاون است. ترافیک لایت
حق اولیت همیشه از پیاده است، همون گپ ما هست. پیاده و قوالیت داره واقعا. لالا حمزه ما اگه این ویدیو رو یک وقت ببینه، حال خودش در سویدن است فکر میکنم، اگه دیدی لالا حمزه یادت هست اون روزایی که میگفتیم حق اول از پیاده است در سرک، وقت که حق اول از پیاده بوده موتو درست میگفتیم، اما در افغانستان نه، در کشورهای دیگه واقعا افغانستان سر پیاده رو موتر میره بسته. هیچ اونجا فرق میکنه دیگه، قوانین خود داشت. قانون واقعا دیگه قانون حساب نمیشه دیگه، یک تعداد بود مراحت میکرد، تعداد هم نی. یک چیز جالب دیگه که گپ مدان گفتم ببخشید دارستان، یعنی استاپ سایناز در مرکز شهر درست؟ هر 100 متر متوجه باشین یک استاپ ساین است. باز اینمی استاپ ساینا با وجودی که هیچ کسی نیست که از اینجا تیر شه از پیش روی ما، اما موظف هستیم که استارت شیم. 5 ثانیه باید استارت شه، اگه که نبودن بسیار جالب یعنی است. 100 متر دیگه استاپ ساین داخل شهر از بسیار سرعت هم بسیار کم است، یعنی از 20 بالا نمیشه دیگه. یک داونتاون چرا بسیار خوب است، بلند منزل نداره خدایی داونتاون با چی چیزا پیدا میشه، چی چیزا هست، مثلا چه رقم دکانا چی دارن، رستوران هستن، کافی شاپ هستن، لباس فروشی است یا کدام چیزای دیگه هم همین چیزا را که یاد کردم، همین چیزا دیگه است. در توریستا میاد اینجا دیدن، توریستا اینجا میاد، توریستا میاد دیدن. ماشاءالله. تروریست میاد یا توریست میاد؟ توریست میاد. توریست میاد. توریست میاد. هر زبان گوشتی شو میخوره کم داره. این یکی از اون رستورانایش است. خیلی خوبه فضای باز. ما هرچند امی ویدیو را زمانی که ما میگیریم امی روز، البته روز پنجشنبه است و این آخر هفته نیست، آخرای هفته اینجا بیشتر به اصطلاح دوستا میاین، بسیار بیربار میباشه. بسیار بیربار میباشه در پالوی از او. و یک چیز دیگه است، حتی امی روزای هفته هم میای دوستا، اما یک کمی پسانتر، فکر میکنم تایم کاری تا 5 بجه هم وقتا میباشه، بعد از او بیریبارتر شده میره. دیگر شام پایین، دیگر شام و تر میشاله گرم هم است و هفته است. درست. با چطور قیمت هایی که در اینجا هست، یک چیزی که بر ما خیلی مهم است امی مقدار پولی است که در هر سفر میخوایم مصرف کنم، در هر جایی که میخوایم برم. ما اگر از این دکانایی که در اینجا هست، لباس فروشی ها به اصطلاح یا رستورانایش استفاده کنم، نسبتا قیمت‌تر میباشه یا عین قیمت میباشه یا چه رقم؟ معلوم دار از دیگه. خواهی بلندتر، نسبتا بلندتر است. من کوشش میکنم از امو فروشگاه‌های اطراف شهر بیام. درست واقعا گفتی بلند خواست اینجا این شک معلوم داره. من از اند سرک داونتاون هستم. ما دیگه اینجا سلو میریم. یک سرک دیگه مونده دیگه من بریم تو. این بایرقا در مرکز شهرش منوز ایستاد است، فکر کنم منوز از روزی مموریال دی است. به خاطر مموریال دی مونده بودن، هنوز هم هست. مموریال دی یعنی در فارسی چی معنا؟ بگین مرام تشریح بده که مموریال دی. مموریال ما نشین در افغانستان مموریال چی یک چیز برداشت ما از این فکر میکنم، البته شاید هم صحیح باشه شاید هم غلط باشه، برداشتم از مموریال دی همون روز یاد بود. یاد بود به اصطلاح عامیانه بگم، یاد میکنن از گذشتهایشان، از کسایی که رفته از بینشان، یعنی در جمعشان دیگه نیستن، چه اونایی که سرباز بودن، چه اونایی که به اصطلاح اقوام، اقارب، دوستا یا خویشاوندایشان بودن، دیگه در جمعشان نیستن. یک روز خاصه برای از گذاشتن. این برداشت ما است، میتونه صحیح باشه میتونه غلط باشه. ما میفهمیم این روز رخصتی میگیرن، اما این رسمیات نیستن. روز مموریال دی. مقصد نمیدونم مموریال شه دیگه. چون بیشتر میفهمید انگلیسی ما خوب نیست دیگه. خوب است که معلومات دادی ما میدیم. زنده باشه. یاد بود از گذشته و از یکی از فروشگاهایشان لوکس است. خوشم آمد. متین جانم کمیتون معلومات دارم مقصد. لالا متین والا خب اما لالا رضا توضیح داد، تشریح داد، آنمو هست. تایید کردی دیگه. یعنی ما تایید دارم که تقریبا همون مانور داره. درست. دیگه این باز یک نقطه فکر مهم است، شاید بعضی کسا چی کنن که یعنی این مموریال دی مخصوص بر اونا است که عسکر بودن در جنگ رفتن. نه خیر، یعنی برای هر کس است که شاید یک دوست خود، یک
مادر پدر هر کدوم که یک دست دادن، کسی را از یک دست داده اون روز برمود است که یادش کنه. درست. این فرهنگشان خوب است واقعا. بله. خیلی حالا از سایت داونتاون خارج شدیم یا هنوز؟ نه این مشترک داونتاون برآمدم دیگه، مشترک فرایش که داونتاون جدا میشه دیگه. خب میرم هر یک تا استیت پارک میگه، تونل پارک میگه، یک چکرموز میبرم بسیار اگه هوای فضای خوبش داره. درست، زنده باشید. پس در مسیر رو من بعضی ویدیوها رو هم خواد گرفتم، اما فعلا قطع میکنم. وقتی که حجم ویدیو بسیار بلند میره قطع میکنم. بعضی جای دیدنیش خواد فیلم گرفتیم و کوشش میکنم بیشتر در موسایی که میریم در استیت پارک گفتن و تونل پارک همونجا ادامه ویدیو رو خواد گرفتیم دیگه. با ما همراه باشید. خب ما آمدیم یک مسیر رو طی کردیم، بودن 10-15 دقیقه رو طی کردیم دیگه. حال بازم هنوز فکر میکنم یک 4-5 دقیقه چیزی که لالیسان برای ما گفته مسیر رو یک 4-5 دقیقه دیگه راه مانده تا برسیم. باش ما کمره که به اصطلاح چقدر سرسبز است چهار طرف دیگه. کمر معلومات بیشتر اگه بیتی لالیسان همین جایی که میریم کجا هست؟ استیت پارک گفتی چه رقم چه خاصیت داره؟ در واقعیش دیگه متین جان میگه. خب حالا متین معلومات بیشتر داره. استیت پارک دیگه خواهی که هست همی با اصطلاح پارکی همین منطقه است که موقعیتش جایش قرار داره در لبی لیک میشیگن، دریاچه میشیگن. خب بشک که یک نمیفهم کلانترین دریاچه امریکا است یا که نه، ولی خیلی کلان است، خیلی بزرگ. خبر داره که بین مثلا دو استیت دیست چپ ما شروع میشه شیکاگو درست تا بخیر برسیم تا اصل جایی. این لیک میشیگن هم بیشتر گفتم خیلی بسیار زیاد کلان است. دیگه این تقریبا در چند ولایت مرز است. دیگه در ایلینوی که شهر شیکاگو قرار داره، طرف پایینش ساوت. دیگه در وستش که ما هستیم میشیگن. بله. و البته ما ایست میشیم از لحاظ خود لیک، ما ایست میشیم. وست باز طرفی چی میشه؟ ویسکانسن. خب درست. طرف شمالش باز کاناداست. هم مرز کاناداست. کلان است. دیگه او شیرین است،
بسیار یک لیک مقبول و خوبش است. میرم میبینیم باز دیگه نیست. تابستان خوش دیگه اینجا اومد. خیلی شلوغه. یعنی بسیار سکن تک فضا داره بسیار شفاف خوش آدم میه بسیار اگه خوش بود بیشک الله آفرین. فعلا که آبی لیک میشیگن خیلی سرد است. مردم کشری بازی که میرشه ولی مگم خوب یخ میزنه دیگه. درست. زیادتر کشتیرانی میکنه مردم. امی مسیری که آمدم یک مچم در کمرا آمد یا نامد من کوشش کردم بگیرم کشتی ها یا این قایقای خورد بسیار زیاد بود رسیم در ورودی فکر میکنم ورودی این استت پارک گفتی فکر میکنم باز استت پارک یک گپ دیگه داره زمان که پلیتای موترایتان رو رجیستر میکنین درست؟ بله. فکر میکنم یک مقدار پول اضافه اگه بتن دیگه باز در استت پارک ها هر جایی که باشه در هر جایی همو استت باز دیگه ضرورت نداریم بپردازن درست همون یک چیز است ما پرداخت کردیم قبل هر سال درست به ما اجازه دادن که بریم چون لیسان فکر چکن. میکنم بله پرداخت کرده دارم پرداخت کردیم ما اول پرداخت کردیم یک پلی رو میبینه که مراجع سرن ثبت است خلاص دیگه میگم اجازه میدن بیشتر طرف غیر کسایی از هستن او باید که کمپر هستن پرداخت کنی 5 روپیه میگیره نمیفهم چند میگیره درست یعنی این داخل شده میجه پارکینگش تابستان ها اینجا دیگه هیچ جای پیدا نمیشه. اگه دیر بیای دیگه جای نیست. دیربار میشه بسیار واقعا خصوصا روزایی که آب و هوا خیلی خوب باشه. دیگه معمولا روزای آفتابی. آفتابی زیادتر میان مردم روز ابری خوب فکر نکنم کس بیان خدا سر بر نداره دیگه این پارکینگش هست ماشاءالله روی برای این هفته یک هم پارکینگ بسیار کلان بسیار کلان بسیار کلان میرم پیشری شد من نمیفهم که چقدر کمره خواد آمد و چقدر نخواد آمد اما خودم که میبینم بسیار فضایی کلان این که پیشری که میبینی تا که واضح است کلش هم نمی لیک از دیگه لیک درست. میشیگن نمی یا چی میشیگن میاد سا کلان است بازم یاد میکنم ما در روز هفته آمدیم ویکند نیست و تایم کاری هم تازه شاید خلاص شده باشه 5:15 ساعت و یک تعدادی آمدن یک تعدادی تا هنوز نامدن اما چیزی که من میدانم و شنیدم البته فکر میکنم بعد از این هر چقدر که زمان میگذره بیروبارتر میشه. خب من فعلا قطع میکنم در اینجا پایان میشم و ادامه ویدیو را وقتی که پایان شدم میگیرم. خب دوستان ما پایان شدم از موتر دیگه میخوایم کم کم اموسو بریم. من کوشش میکنم بازم کمره پیشروی ازیدو بزنم بتونم نشان بدم دیگه بسیار یک فضای کلان اینجا مصاحب بیچش است یا اینجا بیشتر کوشش میکنم این مردم وقتی که میشیگن یک ایالتی است که 103 است البته کوشش میکنن روزایی که هفتوی است بیاین به بیچ و هفتهو بگیرن به خاطر همو ویتامین دی و این مسائل و ما امروز آمدیم ببینیم تا کجا رفته میتونیم چقدر از این ساحل دیده میتونیم دیگه دوستای ما هم هستن هم ما لالا احسان است لالا متین است دیگه برم اخی والا این آبی لیک میشیگن معلوم است که خوب یخ است که شمالش هم خوب یخ است. او سرد است هوای بسیار بهاری خوبیش ماشاءالله خوش میخوره دیگه است داونتاون یک باز خوب بود هفته و یکم گرمی را آورده او داخل داونتاون بود دیگه ای ولی اینجا یکم شمال یخ است. فقط از همون تا اینجا میفهم چند دقیقه آمده؟ چند دقیقه شد؟ 13 دقیقه خواب میشه 13-14 دقیقه موتر راست دیگه از داخل داونتاون دمی بیچ خب ادامه شم ما اون نقطه که پیش به نظر مد نظر ماست اونجا رسیدیم بگیریم ادامه ویدیو را با من باش خوبت شما خوب کلان هم هست که نباشه همین 2 کیلومتر خوب یک ماهی کلان هم این هست کلان هم هست که بیچاره جان میته دیگه از او بیدشی جان میته والا من ماهیگیری خوشم میامد صرف به خاطر همین کارش ماهیگیری نکردم هیچ وقت اما بسیار خوش شد جان دادن از رسه سخت است همین صحنه رو من دیدم نمیتونم از اون خاطر هیچ وقت ماهیگیری نکردم میگیره نفس واقعا خیلی بیشک خوبش شاید پس یا من تو همون حساب ورزشش یا همون تفریحش ماهیگیری کردن حتما شاید پس بردم درست بیشک خوشم آمد بیشک هم دلم سخت برشم نفس واقعیت ما زندگی دوباره دارم برسیم
دوستان من نمیفهم صدای من چه رقم میره وقتی که اینجا شمال بسیار زیاد است دیگه. صرفا خواستم یک ویدیو از این لک بگیرم تا که چشم کار میکنه. آواز بسیار یک لک کلان است لک میشیگن و این سایه که در هالند است. البته آمده میبینین تا که میبینین اینجا به اصطلاح آواز. دوستا جایی که ما رفته بودیم استیت پارک بود. من کوشش کردم بعضی صحنه‌ها رو بگیرم، بعضی ویدیوها رو بگیرم تا جایی که امکان داشت. یک چند لحظه بودیم، حدوداً شاید نیم ساعت یک ساعت اونجا بودیم دیگه. والا من تو فهمیدم یا تو فکر کردم که بر ماهیگیری هم خوب جای است. کسایی که اگر بتونن علاقه داشته باشن به کشتی سواری یا همو جت اسکی، قایق‌های موتوری خرد، هر چیزی که علاقه داشته باشن، یک فضای بسیار خوب بود برش بتونن کرا بگیرن و به اصطلاح استفاده کنن از موقعیت دیگه. از اون ساعت آمدیم. حالا لالایسان ما را گفت یک جای دیگه میبره که نزدیک است، البته متفاوت تر است دیگه. از خودش پرسان میگم کدام طرف روان است. بخیر کجا میریم لالایسان؟ میریم بخیر طرف تونل پارک. خواب بشک نزدیک به همین ساحل دم چی است؟ لیک میشیگان است. درست. تونل پارک که خوب شد تونل پارک نام داره. نزدیکاست بخیر. منظره و سیکو. کدام تونل است در پارک نامش تونل پارک تونل واسه راستم خود لیک میشیگان. خواب بشک. ما داشت میریم میبینیم اونجا. بسیار یک جای مقبول دیدنی. درست. کامره پیشرویش زدم که ببینیم فضا رو بگم. من فقط یک چند لحظه رو تو ویدیو میگیرم از این فضا دیگه گپ نگم. یرحمک الله دیگه. صحنه رو ما فقط ویدیو میگیریم.
اینجا میرم پغمان یادم میاد. پغمان ما میتونه داره. بله ها پغمان یادش بخیر. پغمان قرغه میره توی میره هم دوستان طرف پغمان که بودی یادت میاد مثلا این چیزه. میریم اون طرف پارک دیگه فکر کنم جایش تن است. رسیدیم بخیر آینه میدید تقریبا داخل پارک میشیم. هم تونل که از پشت این درخت هاست موس هست. خب روز رسمیات هست یک کسی خدا نیست بلند آخر هفته مردم زیاد میاد اینجا. سابق سابق بود اینجا نفر میشید باید پرداخت میکنه در موتر که داخل پارک میشد. فکر کنم کدام جای ماشین ما باید از اون ماشین ها مانده خود آدم باید صحیح ده که از این پارکینگ ها استاد میکنیم ماشینشان پیدا میکنیم. ما اگر نکنیم مهم نیست. فکر نکنیم وقت جریمه هم شاییم. باز هم کسایی که میایین در این ساعت برای تفریح به اصطلاح یا کسایی که همین نزدیکا زندگی میکنن یا در شهرهای اطراف میخواین اینجا بیاین فکر میکنن به اصطلاح متداول میایین اینجا متداوم به اصطلاح شاید بار 3-4 بار 5 بار میتونه که اونا ثبت کنن ویکلشان هم موترشان میریم ثبت کردنش هم اگر امکانش بود ماشینش پیدا کنیم یاد میگیریم. خب در ادامه با ما باشه. دوستان ما حال پایان شدم. البته کل ما پایان شدیم دیگه. من خواستم یک ویدیو کوتاه از خود پارک براتون بگیرم. بسیار یک پارک کلان است. فامیلی کسایی که میایین با دوستاشون میایین گروپی از دوستا میخواین اینجا میله کنن. جای بسیار عالی است. بسیار عالی، سرسبز، فضا بسیار کلان است. پارکینگ چند دانه پارکینگ است. بسیار زیاد موتر اینجا جای میشه. دیگه والیبال کسایی که بازی میکنه زمین والیبال من اینجا دیدم. فکر میکنم زمین بسکتبال یا همون ساحه‌ای که بر بسکتبال ماندن هم اینجا باشه. البته بیشتر من فضای سبز 4 اطراف خود میبینم. بخشی که بر والیبال است اونجا هست. دیگه علاقه‌مند بودین بیاین. من واقعا خوشم آمد. بسیار جای سرسبز است. در ادامه ما به طرف تونل هم خود رفتیم. با ما همراه باشین. لالا احسان کدام طرف روانی بخیر؟ قسمی که وعده کرده بودم در تونل پارک میبرم. در تونل پارک آمدیم. قسمت های داخل پارک خود دیدی. درست. این میراهی که هست میره پاس در داخل تونل میریم و باز دریای میشیگان نشانه میتونه بشک باز برم بخیر برم. اوه نمی تونل خود نمی تونل است. به خاطر نمی هم تونل پارک میگن. درست. یاد تونل سالنگ بخیر. کسایی که تونل سالنگ یه دفعه تجربه دارن یا رفتن یادش بخیر. خیلی خرد معلوم میشه اما باز فقط تونل به نام هم تونل یاد میشه. از این خاطر گفتم باز وقتی هفته و نشست بیان اینجا بی مقبولی منظره هست که انشاءالله خوب میشه. از وقت از هفته و مالات بشه. حال هم گرچه خوب است هوا کم انشاءالله مناسب است. یک دریای بیسر و بیبر از دیگه ماشاءالله. اینجا دیدنی است واقعیت جای یک طبیعت دیگه میشه. ماشاءالله بسیار زیبا. یا هم لیک میشیگن. لیک میشیگن. جای جالب. یک چیز خیلی جالب بگم پیش از اینکه شمال بزنه و صدای من قطع وصل شوه. او طرف تونل سرسبزی بود، درخت‌ها بود، چمن بود. ما او طرف دیدیم. حالا این طرف تونل که بیایی به اصطلاح همون بیچ است. بازم ساحل است، لب دریا است. کسایی که میخواین بیاین اینجا تفریح، اگر تفریح میخواین در این ساحل بیاین بازم هست. خوب بود، گرم بود. اینجا گرمتر است از قسمت استد پارک کرده. اینجا گرم است. چقدر کدام ساعت بوده؟ خانه نقطه سیاه معلوم میشه. البته شاخهای درخت کم واره هرچند میتونن ببینن بعضیا اگر دقت کنن. خیر اگه امکانش بود باز من پایان میدم، اگه نبود بهش. من امروز بوتس آوردم که خود بوتس است دیگه. سخت است که من یاد باشم.
هم سلفی خود گرفت. ایسا خوب کار یه هم بالای تونل است. تونل پارک بیشتر است. بله نامش هم اینجا است. بسیار جالب. خب کسایی که علاقه داشتن میتونن بازدهی قسمت ها بیاین بر رفته و گرفتن و پیاده روی آبازی. بعضی برای آبازی بند قرغه کسایی که دق شدن بیاین اینجا برای آبازی دیگه. کسایی که پشت پغمان دق شدن به خاطر سرسبزیش بیاین. یک جالب است برای هم است. اگر پشت تونل سالنگ دق شدن بیاین اینجا یک تونل خورده است. امیر هم یک تجربهش داشته باشه. خدا ادامه با ما همراه باشه. این است همون ماشینی که پیشتر یاد کردیم در داخل موتر. باید از اینجا تکت بگیری همون موتر تا ثبت کنی پلتت. نمیفهم که معلومات بیشتر اینجا داده. برای یک دفعه اگه میخوای بیایی دیلی پرمیت است که $8 است. در غیر از او سالانه اگه پرمیت بگیری $25 میتی. دیگه هر قدری که خواستی میتونی بیایی و اگر نپردازی طبعا جریمگی هایی داده که در پایان نوشته کرده. معلومات اضافهش در اونجا است. دیگه لالایسان گفت پیش از پیش این تکت گرفته بود دیگه موقعش برابر نشد که ما هم طریقه ثبت کردن موتر در اینجا به خاطر گرفتن تکت براتون نشان بده. اما انشالله در آینده اگر امکانش بود انجام خواهد داده. دیگه در ادامه باز هم با ما یک جای باشین. تشکر از لالایسان بر ما کم آمادگی گرفته. دیگه این زحمت کشیده این چیزا رو آماده کرد. یک گلاس چای هم اینجا میخوریم در این فضای سبز لذت میبریم. جای تمام دوستام خالی. انشالله همتون ببینم در اینجا یا بیاین. اگه من بودم نبودم خود شما بیاین. دیگه تفریحای بسیار بسیار جالب است. کسایی که علاقمند کباب هستن کورای کباب اینجا هست. من چند ساعت دیدم این یا هست. دیگه از یکیش براتون فیلم گرفتم. میز چوکی هست. اگه فرش بیارن در فضای سبز بشیننم اجازه دارین آزاد هر رقمی که میلش دارین. ما یک گلاس چای میخوریم دیگه. بخیر ببینیم که چی میشه. نام خدا نام خدا جواب است. جیم جواب است. جیم جواب. جیم جواب ما در خدمت. زنده و سلامت. دیگه بخیر فقط صدای تو بکش. نه دفعه بعد بخیر کبابش هم زنده و سلامت. حال دیگه یک چای زاده. یک چیزی که راستی میخوایم یاد کنم در مورد همین شهر هالند. کسایی که از دیگر شهرها میاین اینجا البته خیلی مهم خواد باشه. چیزی که من معلومات کردم یک کم و تو معلومات خودم میگم. بعد از باز از لالامتین لالایسان پرسان میکنم معلومات بیشتره. اگر بخواین هتل بگیرین از $70 $75 بر شب شروع میشه تا برو بالاتر تا $500 $1000 است. بستگی به موقعیت هتل داره. چند ستاره است، کیفیتش، کوالیتیش و بک‌گراندشان. خب قیمت ها متفاوت است. اگه بخواین ایر بی ان بی بگیرین خانه ها هست. اگه هم در خانه اما اطراف $600-700 بیشتر از او تا 1,500-2,000 بالاتر پیدا میشه. دیگه او خود دوستان میفهمن که هر رقم خوش داشتن میتونن بر خود اینجا به اصطلاح اجاره بگیرن یا هتل اتاقای رد هتل یا خانه را برای رفاه بیشترشان بر مدتی که خواستن. دیگه اما مهمتر از کلش بر کسایی که میخوان اینجا بیان زندگی کنن یک چیز بسیار مهم بود برای من که پرسان کنم. این است که اگر شخصا من بخوایم اینجا خانه بخرم زندگی کنم در این شهر که بسیار مقبول است بسیار خوشم اومد چند باید کرایه بتم ماهوار و به اصطلاح اگه بخوایم بخرمش البته چند میتونم بخرم. دیگه معلومات بیشتر از لالایسان و لالامتین ما پرسان میکنیم. اگر بخوایم کرایه بتیم حدوداً چقدر کرایه خواهد دادیم؟ والا لالامتین کرایه دیگه نمی پسانا خیلی زیاد قیمت شده همین کرام. مثلا اگه بگه 2 سال پیش درست یک خانه یک اولی را با یک خانه هاوس بایسته کم بگیریم در زیادش $1,500 درست کم از کم 3 اتاق یک تشناب دیگه آشپزخانه
تاکا و درست. کلشیز مکمل. یه خانه 3 اتاقه. آه. معیار همون 3 اتاقه قرار میتیم که فعلا اکثریت مردم ما نظر به تعداد فامیلش هم 3 اتاقه رو بنظر استفاده میکنن. بله. $1,500 پیدا درست. میشه. ولی در این روزی که ولی فعلا قرار داریم در مارکت فیلی بسیار قیمت شده. کرام. آها. این میال امو هاوس شاید $2,000. بایلا کم از کم $2,000. خب این اگر کسی علاقه داشته این شهر بیای بر کرا گرفتن خانه میتونه یک خانه 3 اتاقه بین 1,500 تا 2,000 یا بیشتر از او کرا بگیره اگر علاقمند بوده. خوبی هلند می است از صاحب خانه همین نفر یک کسی که خانه خود در کرا میدیم در مهاجر واقعیت در شهر هلند یکم درک دارن. درست. مراعات میکنن. بسیار خوب. بعضی دوستا هستن مثلا خانه پیدا کردن که تو 3 اتاق است، یک تشناب، تاکا و گراج، کل چیز مکمل. اگر اونمو را اگر یک امریکایی بگیره از 2,000 کم نمیده. ولی دم افغانا مهاجرا شنیدم مراد کردن حتی دم 1,100 200. بشک والا بشک. خیلی خوب است. آفرین. دیگه حالا این مردمای خوب داره مثلا خودشون. خوبش بشک. مسئله آخری که باید یاد کنم همین خرید خانه بود. یک خانه 3 اتاقه اگه ما بخوایم در شهر بخرم چند باید هزینه کنم؟ والا در مارکت امروز فعلی یک 3 اتاقه یک تشناب کم از کم هم او دیگه شروعش دیگه پورا تبلیغات منه پخش میکنه به فروش. بله. کم از کم 2,70,000 شروع میشه. بشک خوبش. دیگه اینال بازو که بالا میره قیمتش بود دیگه امکان داره در 3 لک برسه. درست. خوبه. این علاقمندایی که میخواستن در این شهر بیان بر زندگی کردن، البته در هلند میشیگن، حدوداً در نظر بگیرن اگر خواستن کرا بگیرن کرایه البته باید حدوداً $1,500 تا $2,000 بپردازن و اگر بخوان بخرن از $2,70,000 به بالا دیگه $3,00,000 و بیشتر از او لالامتین گفت میتونن که هزینه کنن خانه بخرن. خب این بود آخر برنامه شهر هلند. امیدوار هستم که دوستای ما لذت برده باشن. کسایی که علاقه‌مند بودن بیاین امتحان کنن، این شهر ببینن، بسیار جای دیدنی است. در ادامه در شهرهای بعدی خواهد بودیم و آهسته آهسته ببینیم از خود ایالت میشیگن خواهد برآمدیم. البته بعد از اینکه اکثر شهرهایش گشتیم در دیگه ایالت هم خواهد رفتیم. در تمام برنامه امیدوار هستم با ما همراه باشین، جور و صحتمند باشین. خدا حافظتان. خدا حافظ. خدا حافظ.